خب الان یه فسیل طبیعی رو داریم اینجا که نشون میده اینجا 15 میلیون سال پیش آب بوده، اینجا کف دریا بوده و این آثاری که اینجا هست نشون میده که این دو کفه‌ای ها یک تابلوی 15 میلیون ساله بسیار زیبا. نگاه کنید، حتی بعضی از اینها هنوز سالم هستن. ببینید اینایی که برجسته هستن همه دو کفه‌ای هستن. نگاه کنید، بسیار بسیار زیبا. چقدر زیباست این تابلوی نقاشی. تابلوی نقاشی 15 میلیون ساله خیلی قشنگه، خیلی قشنگه و نشانگر اینه که در این منطقه اینا همه دو کفه‌ای هستن. میبینید، نگاه کنید، همه دو کفه‌ای هستن که روی این سنگ چسبیدن. در واقع ماست سنگ یک نوع کنگلومراست که کف دریا این کلونی دو کفه‌ای در روی اون قرار گرفت. بسیار زیباست. در درون جنگل های هیرکانی. خیلی قشنگه. منم که محیطبان حسین رامشگر هستم. تازه‌های جدید رو براتون خواهم داشت. گل‌های پامچال سفید نوید فصل بهار رو میدن و باقی مانده اون اقیانوس و دریای بزرگ.